سلام، من آریا هستم از دفتر حقوقی امیرشاهی و همکار. در این ویدیو میخوام با شما راجع به مراحل لازم برای اخذ تابعیت کشور استرالیا صحبت کنیم. برای اخذ تابعیت این کشور اول باید حق اقامت دائم یا همون پرمننت رزیدنس داشته باشید. اقامت دائم یک نوع ویزاست که اجازه اقامت نامحدود و بدون قید و شرط به شما در استرالیا میده. حالا میتونیم برگردیم به بحث اصلیمون راجع به تابعیت یا همون سیتیزنشیپ کشور استرالیا. متداول‌ترین راه کسب تابعیت کشور استرالیا برای مهاجرین سکونت 4 ساله در کشور استرالیا است که البته حداقل 1 سال از این 4 سال باید همراه با اقامت دائم بوده باشه. نوع دیگر کسب تابعیت کشور استرالیا که بیشتر مناسب فرزندان مهاجرین هست، به دنیا آمدن فرزندان افراد دارای اقامت دائم و همچنین افراد دارای تابعیت استرالیا در خاک استرالیا است که به طور خودکار در بدو تولد تابعیت این کشور رو دریافت می‌کنند. مطلب آخر هم راجع به افرادی است که در استرالیا متولد شدند ولی به خاطر شرایط ویزای والدینشون واجد شرایط اخذ شهروندی این کشور نبودند. این افراد میتونن پس از 10 سال زندگی در کشور استرالیا برای تابعیت این کشور اقدام کنند. این هم مختصری بود در رابطه با اخذ تابعیت کشور استرالیا. برای اطلاعات بیشتر میتونید با دفتر ما تماس بگیرید. متشکرم.